این دفعه بی مقدمه آقایون خانم‌های خبرنگارا که سوال داره سوالش کوتاه میپرسه، جواب کوتاه میدم، کسی هم دیگه خارج از این صحبتی نمیکنه. ببخشید یه خورده دیر کردم. سوال اول آقای سخنگو، ما کم کم داشتیم امیدمون رو از دست میدادیم که شما بیایید. سعی کن عزیز دلم که تو زندگیت همیشه امیدوار باش. هیچ وقت حسرت چیزایی رو که ندارین عزیز دل من نخورین. یه چیزایی مثل زیبایی، تیپ خوب، کلاس بالا، احترام، خلاصه این وجنات و سکنات. حالا ما که همه این چیزا رو داریم چیکار کردیم؟ چه گلی به سر این نظام زدیم؟ برو نفر بعدی سوال تو بکن. میخواستم بدونم از بیروت چه خبر؟ خوبه الحمدلله، دستبوسه. یک کسالتی براشون پیش اومده بود که به قول قوه الهی و وجود دکترای حاذق حزب اللهی در حال درمانه. این که میگن جمهوری اسلامی در داستان بیروت دخالت داشته درسته؟ طبعا درسته. خب خواهرخونده‌مونه. همین چند وقت پیش شورای شهر اعلام کرد که بیروت خواهرخونده تهرانه. اختیارشو داریم. بعدم تازه به تو چه؟ نه آخه تو به تو چه بری؟ چرا راجع به وضعیت آقده‌هاشون قندهار نمیپرسی؟ چرا راجع به پسرخاله‌مون بغداد نمیپرسی؟ عدل پیله کردی به خواهرخونده‌مون. خجالت بکش. خبرنگاری، جزو اصحاب خبری. خوبه الان من زنگ بزنم به جرم ایجاد مزاحمت دستگیرت کنن؟ نه خوبه آقایون، خوبه من این کارو بکنم؟ خوب نیست دیگه. خواهرمه، معلومه تو زندگیش دخالت میکنم، خیرشو میخوام. اگه صحبتی داری تو میتونی بری به بابات بگی، بره پیش بابامون که همون مقام معظم باشه صحبت کنه. شاعر میگه که تو منو دعوت کن به شهر بیروت تا بیام با موشک تو چشم و ابروت، تا بیام با موشک تو چشم و ابروت. برو سوال بعدی. اخیراً آژانس انرژی اتمی در گزارشی که دادن از ابعاد احتمالی نظامی پروژه هسته ایران خبر دادن. می‌خواستم نظر شما رو بدونم. عرض کنم خدمتتون که ما با این قسمت گزارش کاملا موافق. یعنی ما می‌خوایم به عنوان اسلحه از انرژی اتمی استفاده کنیم؟ ایسه بدید. شما اینجا اینو می‌بینی؟ این اتمو می‌بینی؟ کسی هست اینجا که این اتمو ببینه؟ نه. باریکلا. با چشم غیر مسلح نمیشه اتمو دید، چون خیلی ریزه، یعنی ریزه نمیبینیمش. به همین خاطر ما باهاش اسلحه درست میکنیم، میبندیم به چشامون، بعد میتونیم اتمو ببینیم. ولی دیدمون بهش چیه؟ صلح‌آمیزه. میخوایم با چشم مسلح به این اتم نگاه کنیم. انرژی هسته‌ای برای فردای ایران چه کاربردی داره؟ فردا ازم به خدمت عملت که فردا چند شنبه هست؟ جمعه است آقای سخنگو. والا امت همیشه در صحنه جمعه هیچ کاری نمیکنن. ما اکثرا میریم نماز جمعه. شما هم تشریف بیارید. امام جمعه این هفته حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خاتمی قدس سره الشریف هستن. البته یه هستم قورت دادن این هوا. نفر بعدی. نظرتون راجع به رئیس جدید مجلس آقای لاریجانی چیه؟ والا نظرمو به خودش گفتم. خودشون میدونن. میشه بفرمایید چی گفتین؟ گفتم که آقای لاریجانی تو دلم جا داری. ای خدا کار دنیا رو میبینی؟ دل ما شده عین او گاو داری. سوال من اینه که این همه حرف و حدیثی که حول برکناری آقای پور محمدی هست چیه؟ والا این موضوع یه موضوع راهبردیه که باید اونو در حوزه افکارمنشی و در ارتباط ساکروفیولوژی که یک نوع خودشیفتگی در هنجارهای اجتماعی و سوانح سوختگی ناشی از اون که این روزها ما در سطح شهر تهران به صورت طرح‌های مختلف امنیت اجتماعی از طرف نیروی انتظامی به طرف اتوبان شیخ فضلالله نوری و پل افسریه که یک طرف هم هست می‌بینیم. البته پوشیده بودم برده بودیم. بعد اینا چه ارتباطی با برکناری آقای پور محمدی دارن؟ بحث ارتباطات خودش رابطه تنگاتنگی با بحث بودجه داره که ما البته کمبود بودجه رو با آب حوض کشیدن و پارو کردن برف تو فصل تابستون تامین میکنیم. از طرف دیگه ناصرالدین شاه در جریان تعقیب گریز به دست یکی از عوامل سینمای هالیوود کشته شد. البته من نمیخوام اینجا دلتو بشکنم. به خاطر این سوالت میخواستم برات شمع باشم تا از صبح تا شب برات بسوزم. به خاطر همین سوالی که کردی. ولی حیف آقایون که ادیسون برق اختراع کرد. خیلی متشکرم. نفر بعدی سوال بعدی. آیا این حرف درسته که میگن دولت نهم یعنی دولت آقای محمود احمدی نژاد توانایی مهار تورم رو نداره؟ والا عرض کنم خدمتتون که در این رابطه و این مسئله که استمونم ساون سینی و سیب و سیندرلا دیدو استمونم صاحب سیمان و سه تا از این سه سیمان استمون سه تا دو بودم استبیدی استیو سو سی سون سند سون سن ش سون تیم سن دو سن تو البته استو سه
آقای سخنگو من سوالمو فارسی کردم، میشه بگین شما با چه زبونی به من جواب دادین؟ مطمئنی فارسی پرسیدی؟ من چون فارسی بهت جواب دادم. البته دل به دل راه داره میدونی. عجب دل دریایی دارین شما آقای سخنگو. قربون شما برم، نظر لطفتون. البته مهم نیست که دل دریا باشه یا برکه. مهم اینه که چی؟ نذاری کسی جورا باشه توش بشوره. خب آقایون، کنفرانس مطبوعاتی در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که تمام سوالاتتون به جواب رسیده باشه. تا برنامه بعدی، خداحافظ.